سلام دوستان، شب بخیر. من اومدم با یه داستانی از داستان‌های اصیل ایرانی، داستان رستم و سهراب که شاید بیشتر از شماها این داستان به گوشتون خورده باشه. خب ولی من اومدم امشب این داستان رو برای شما دوستان تعریف کنم بار دیگر تا یه تکراری، یه مروری برای شما عزیزان بشه. در روزگاران کهن در سرزمین پهناور و پر از پهلوانان دلیر مردی زندگی میکرد که نامش لرزه‌ای بر دل دشمن میانداخت. این مرد رستم بود. رستم پهلوان بی همتای ایران روزی در جوانی به دیاری ناشناخته و غریب رفت، جایی که یه دختر زیبا و خردمندی به نام تهمینه زندگی میکرد. چشمانش در یک نگاه به هم افتاد و دلهایشان به قول معروف هم گره خورد. لحظه های کوتاه و پر از لبخند بود، اما زمان اونقدر بیرحم بود که رستم باید از اون دیار بزم بار می‌گشت و از هم جدا شدند و رستم نمی‌دانست که در دل تهمینه نشانه ای از آینده و روشن شکل گرفته. چند ماه بعد تهمینه پسری به دنیا آورد، کودکی نیرومند و زیبا که نام او رو گذاشت سهراب. سهراب بزرگ شد و قدرتمند و شجاع که همه مردم او را به قدرت او میشناختند، اما هرگز پدرش را نمیشناخت. او با دلی پر از امید و آرزو رهبری سپاهی نیرومند رو بر عهده گرفت و به سوی ایران اومد. بیخبر از آنکه پهلوان این دیار رستم نمیدونست که آن سوی دیگر میدان که قرار باهاش کشتی بگیره پدرش هست به نام رستم. و سرانجام روزی رسید که پدر و پسر رو در روی یکدیگر ایستادند و ضربه‌ای سهمگین بود که زمین پر از گرد و خاک و صدای شمشیر و هیچ کس نمیدانست که این دو پهلوان یک پیوند ناگسستنی دارند. اینها پدر و پسر بودند. اما در یک لحظه ضربه رستم سهراب رو زخمی کرد و پهلوان جوان با نگاه پر از درد و تعجب حقیقتی تلخ را فهمید که مردی که با او جنگیده بود پدرش بود. اشک در چشمان رستم جمع شد و قلبش شکست، اما زمان کوتاه بود و زخم سهراب او را به مرگ کشاند. خب اینم از داستان رستم و سهراب. من در کنار شما دوستان هستم با داستان‌های جدیدتر و تازه‌تر. امیدوارم که منو حمایت کنید تا به من انگیزه بدید بیشتر در این زمینه فعالیت بکنم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. یا علی.